زندگی است که مشکلات می بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. یعنی بابا میخوانیم که در اصل همی هستی استاد باشه برپا را دست میده و غیره، یا در موعظه یک شخصی که موعظه میکنه یا امر بالمعروف میکنه، اصل همی هست که باید اصلا غضب نشود، تنبیه نکنه. این اصل است. ولی احیانا به خاطر تنبیه، به خاطر جانب مقابل، البته به خاطر دین نه مسائل شخصی، یعنی میشه که کار شد یا تنبیه کردم و کسی که گوش نمیره، کسی که پند داده میشه. اما مثل امر بالمعروف وارد که اقسامش گفته بودیم، اما موعظه هم مثل امر بالمعروف است. احیانا بعضی اشخاص با کمی تنبیه بیشتر ضرورت داره، بعضی مردم به نصیحت ضرورت داره، بعضی مردم خواهش نمیتونه دیگه تنبیه کنه که ضرورت نرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الغضب، باب درباره قهر شدن فی الموعظه و تعلیم، در پند و نصیحت و تعلیم دادن. اذا رأى ما یکره، زمانی که یک چیزی را دید که یعنی به نظرش خوش نخورد، یعنی کار خوبی نبود. خب عن ابی مسعود الانصاری قال رجل یا رسول الله. ابی مسعود میگه که یک مردی فرمود یا پرسان کرد یا گفت یا رسول الله، رسول خدا، لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول او یطول بنا فلان. من نمیتونم این نماز بیابم یا نماز ادا کنم به سببی دراز گرفتن یک او شخص در نماز. درست. کسی که در نماز زیاد میخوند امامی از یا بود، معاذ بن جبل بود. بازی به نام حزم ابن ابی کعب بود. همی شخص، همی صحابه، بعد نماز ترک کرد، چون حضرت معاذ همیشه سوره بقره را میخوند. سوره بقره را میخوند، این نفر نماز ترک کرد، دیگه اصلا به نماز نمی آمد. باز مردم از دیگه در هر زمانی هستن گفتن والای منافق شده به مسجد نمیه، همه گفتن منافق شده به مسجد نمیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواست، طلبش کرد که حالا چرا به مسجد نمیه، چی گپ شده ای حد؟ بازو رد کرد گپ مردم که ایتون نیست. ای پیامبر، من به خاطری که معاذ بن جبل نماز دراز میخوانم من نمیتونم آمدن. اصلا یعنی طاقت و توانی نداره که من سوره بقره را مکمل در نماز گوش بگیرم. این دمی ختمای یک شبه که در افغانستان هم میشه همونطور است. ختمای 10 شبه این اصلا غلط است. یعنی نماز اول باید کاملا حالت مردم در نظر گرفته شود. اگر ملا را بگویی بیخی دیگه قار میشن. چیکار هستی؟ من امام هستم، من میفهم چقدر بخوانم، در حالی که این خب غلط است. باید حالتی هم بگه، اما ادناترین شخص در نظر گرفته شود، ضعیفترین شخص در نظر گرفته شود که آیا میتونه ایستاد شود یا نه. خب مما یطول بنا فلان، به خاطر که این معاذ فلان مراد شاید معاذ بن جبل است که نماز دراز میره، من نمیتونم بیایم. میگه فما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی موعظة اشد غضبا من یومئذ. میگه من هرگز ندیدم از پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر غضب شدن، اینقدر قهر شدن در مثل همین روز. اینقدر می قهر شده بود، چهرهش سرخ گشت. گفتم خب چی نمیکرد دیگه، باز تو تنبیه نمیکرد، اونم زیاد قهر میشد. ولی بعد از او گفت فقال ایها الناس انکم منفرون، شما نفرت پخش میکنین، مردم متنفر میسازین از دین. یعنی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم خودی را فتنه میگاند، در دیگه جمعه فتنه میگن. یعنی همین فتنه یکی از امو است که کارت خوب است. یعنی خود تو در نماز قرآن کریم در آثار خواندی، ولی یک نفر بگوی مثلا حتی بگویش که این کارت غلط است و برو در میام قرآن میخوانیم، نه کار خوبی که حتی سبب نفرت مردم از دین شوه او هم جواز نداره، اونمو کار باید انجام نشوه. ایها الناس انکم منفرون. کجا خاص بعد از اون معاذ نمیگن، عموم همه گیرن میگن. همین بهتر هم این است که وقتی که یک اشتباه را
حتی در نماز وقتی نماز خواندن از کسی دیده می شود باید اگر دید خودی پیامبرم از وقتی که سنت هم میخوان احیانا پشت سری همه میره تا اینکه احیانا نماز خلاص میکرد یا میره تو طرف میشش میدید که نماز مردم چه قسم میخوانه. یکی از همون شخصی بود که پیامبر رو طرف شده بود آمد نماز خوان 3 دفعه تکرار نماز خوان پس پیامبر دورش داد چون بسیار تیز نماز میخوان گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی. همچنان به خاطر اصلاح مردم هم کار میکرد ولی وقتی که اشتباه دیده شد بعد اما فرد در نزد مردم یعنی مخاطب قرار نگیره باید عموم گفته شود. یعنی حدیث ما انکم منافرون نگفتیم ما انک منافر تو نفرت پراغنی میکنی ایده نگفت برای از او ولی گفت انکم منافرون شما نفرت پراغنی میکنین شما مردم از دین بیزار میسازین شما. خب فمن صلی بالناس فل یخفف کسی که نماز خوان به مردم باید که سبک بگیره یعنی تخفیف باشه باید که کمتر بخوانه. فإن فیهم المریض والضعیف و ذا الحاجه دو مریض هم است ضعیف هم است و ذا الحاجه صاحب حاجت هم است. این خودی حزم کار داشت همین حزم کار داشت مریض نبود ایتونست که توان نداشته باشه گفت که من وقتی که اگر در نماز بیایم مقدار دور به دراز بگیرم من از کار خود میمانم. بله خب این پیامبر نگوش که نه دیگه ایجا عبادت الله از کارت کردن مهمتر است. نه دیگه هرگز یک کنند ولی کارش عبادت هم مهم است کارت هم مهم است. پس باید با ما اندازه باشه که باعث نشه که مثلا در این وقت اگه وظیفه ما به گفته تاریخ سویدانه وظیفه داشتن مثل ازی است که غلام متمدن پیشرفته تر خود از وظیفه بیرون کرده میشه. این همیالی در افغانستان دکتر زی آری بسیار خطرناک است مثل سابق نیست. باید این وقتی که تعیینت کرده در هم وقت باید یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه پیش باید برسی. بله این زمان امارت بسیار سخیری میکنه. خب وقتی که یک نفر تو نماز از پیشین است یا دور به دراز میگیریم این زیاد دیدیم دکتر صاحب بسیار مردمان هم هست ولی وقتی که بگویشون اصلا قبول نمیکنن اصلا قبول نمیکنن شاید کتی استدلال کنن جنجال بیندازن چرا مرا مانع میشه که دراز نخوانم در حالی که ثواب داره یا کارهای دیگه. مثلا سابق هم گفتم دکتر صاحب مثلا ختمای رواجی که در وطن است باور که اکثر مردم نمیار انجام میدن وقتی خارج رفتن بعضشون میگه که والله این سعی که چقدر از علما سر ماست و والا دین خرافات است سخیریات است. خود تو خودت مردم با کرا وردی نان پخته کردی بعد از اون میگی که دین ده ایده دین است. اصلا این نمیانه خود نمیو کلش باعث فتنه میشه که مردم تنفر پیدا کنند. پس هر آن چیزی که فتنه است باید از او دوری شود. خب خیر ببینید استاد. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. لقطة چیزی که مشدر میگن جای پیدا کرده یک کسی خودی رو ربطی به ایجا نداره ولی این در کتاب علم و در بابی غضب آورده در موعده پیامبر صلی الله علیه وسلم قار شدن. خب سأله رجل عن اللقطة یک شخصی از لقطه یا چیزی که مشده است پیامبر پرسان کرد فقال اعرف وکاءها او قال وعاءها و عفافها. یعنی باید تو را یعنی به مردم چی کنی بیان کنی اعلان کنی وقتی که یک چیزی را پیدا کردی باید اعلان شود تا 1 سال. بازم در بین فقها اختلاف است به خاطر که بعضی روایات میگه یک چیز میگه بعضی روایات دیگه یک کم و زیاد آمده. البته شاید به نسبت به مو قیمت و یا مهم بودن شی بوده باشه درست ولی امو قولی درستش هم 1 سال باید تو مانده شود. همین یک رفیق میگفت که فعلا در غرب همی کار میشه در فرانسه که ما نمیبینیم 1 سال دولت نگاه میکنه او را ولی فعلا در مسلمان ها اصلا نمی نیست اینمی اصلا وجود نداره. بسیار کم مردم است که یک چیزی را پیدا کنه او را به صاحبش بده. بله یا اینکه میارن در مسجد میتن ولی عموما که گرفت دیگه خلاص عجیب شد. خود هر جایی هست ولی عموما در مسلمان ها که باید با دین عملی کنن همی کار مسلمان ها میکنن. بله نباید کنن. خب نه دیگه باید تو چی شود. خب خودی ویکا امو
تاری را میگن یا ریسمانی را میگن که سابقا خلطگک ها آلی هم در اطراف ها بعضی مردم دارن. تو خلطگک های کسی پول است کش میکنن سرش بسته میشه. بله بله بله. سرش بسته میشه. در اطراف آلی هم وجود داره. بعضی مردم آلی هم استفاده میکنن. خالی این عقیبک ها یا بیکک های خوردک آلی برآمده جدید. بله. خب میگن مالون که ویکا گفت یا ویعا یا ضرب، اما چیزی که در داخلی از او پول مانده میشه. و عیفاس ها همچنان یا امو ظرفی که امو چیزی که در داخلی از او پول است. خواهی شک داره راوی که ویکا گفت یا ویعا گفت. ثم عرف حسن بعد از ویره تا 1 سال باید اعلان کنی، یعنی پیش نگاه کنی و اعلانات بگذاری. البته اگر مصرفی آمد مصرفش هم میتونه بگیره، مثلا در اینجا رفته اعلان کرده، در اونجا اعلان کرده مصرفش، البته از قیمت چی هم بالا نشه از او گم شده، چیزی گم شده که از او کده کم هم زیاد هم نباشه، یعنی قیمتش بالا مصرف کرده باشه و مصرف بدی. خب ثم استمتع بها. خب 1 سال او را اعلان گذاشتی ولی صاحبش نامد، میگه بعد از اون میتونی از او استفاده کنی. البته بعد از او فاینجا ربوها فادعا الیه، اگر صاحبش آمد بازم هر وقتی که بیایه باید او را پرداخت کنی، یعنی ادایش کنی. میتونی استفاده کنی بعد از 1 سال، ولی اگر صاحبش پیدا شد باید امو پول از هر چیزی گم شده پس برش بدی. خب 1 نفر گفت فضالت الابلی، شطوری گم شده چی تو میشه، یعنی حکمی از او چیز است. خب فغضب النبی صلی الله فغضب حتی احمرت وجنتاه، چیزش هم معلوم میشد که وقتی سرخ گشت و قار شد. او قال احمر وجهه، یا راوی میگه نمیفهم گفت احمر وجنتاه یا گفت احمر وجهه، چهرهش سرخ شد. گفت فقال و مالک ولها، بخاطر که دکتر صاحب در اطراف ها موجود دارد، یعنی ما هم حیوانات گاوت یا اسب است اینا میره دکو مردم شتر داشتن. بله. یعنی او را تو نمیتونی که بانه کنی خواهی ما یک شتر پیدا کردیم یا یک گاو پیدا کردیم باید تو را همراه خود ببرم، خواهی هم گم شده است. نه به این خاطر قار شد که 100% نیتی در این شخص بود. خب مال و گاو یا ایلا کردگی سن، حتی باز شتر تا یک هفته تقریبا هم بیا و ما نخورد میتونه نگاه کنه. گفت فقال و مالک ولها، یعنی چی ربطی داره به تو و چی کاری داری با او، چی ربطی داره به تو چی ربطی داره و چی کاری داری با او. یعنی شتر است و معها سقاؤها و حذاؤها، یعنی او هر چیز با خودش هست. علف اگر میچره چراغا آب هم همراه خودش، خود تو چی کاره کنی؟ ترید الماء و ترع الشجر. خب او هم میخوره هم نگاه میکنه برای خود و ترع الشجر و همچنان از درخت و علف و غیره میچره. درست. فذرها حتی یلقاها ربها، بگذار که صاحبش بیاید. خب عکسی گاو شتر و غیره باز گوسفند و غیره که از بادینی یا باید نگاه کرده شود، تلف میشه. تلف میشه. یا قال فضالت الغنم، اما گم شده گوسفند یا مواشی چطور است؟ قال لك ولی اخیک او للذئب، اگر تو نگاه نکنی یا خودت میخوری یا برادر یک شخص دیگه، او للذئب یا گرگ را میخوره. بله. پس او را باید نگاه کنی. یعنی ادب شمی است که وقتی که اگر غیر از شتر و غیره بود او را باید نگاه کنی. قسمی که پول است یا چیزهایی که از بین رفتنی است، یعنی زودی که مردم ور میدارن او را. ما خرما باشه چطور است یا چیزهای خوردنی که یک روز پیامبر در راه میرفت خرما را ورداشت، گفت اگر زکات برای ما جواز می بود ما میرم میخوردم. پیامبر زکات جواز ندارن، پیامبر اصلا زکات باید نگیرن و نخورن، برای دو اصلا جواز ندارن. خب عادتی بود که اینمی خرما خدایی زمین کس پشت خرما نمیه، ولی خرما این گم شده پشت بیایه. بله. خب اینه یک چیزش هم یک ذهنیت هم میته، یعنی خب که هر گم شده یعنی بازم مال دیگر هاست، ولی چیزایی که خرماز و غیره یا فاسد میشه کس پشت هم نمیگه و او کار اهمیت هم نداره، ولی پول و غیره که از 100% پشت میه. خب
بعد از او عن ابی موسی قال سئل النبی صلی الله علیه وسلم عن شیء کریهها. سوال کرده شد یا عموما درباره از این است که احیانا در موعظه انسان غضب میشه درست. و مشکلی نداره. عن شیء کریه. خب سوال کرده شد پیامبر از چیزهایی که خوش نامد. فلما اکثر علیه غضب. زمانی که زیاد سوال کرده شد قارش. ثم قال للناس. بعد از به مردم گفت سلونی عما شئتم. خب پس سوال کنید. این عادت فیلن هم از استاد دستم پس استاد آدم جنازهش کی خواند یا حضرت نوح جنازهش کی خواند. سوالای بی ربط. بی ربط. خالی فکر که نفر میگه پدری من در کجاست. ثم قال سلونی هم خود سوال کنید هر چی که میگین بگوین. قال رجل من ابی. پدری من کیه؟ فکر که پدری من کیه؟ قال ابوک حذافه. البته این نفر یتیم بوده باشه که از پدرش چی از پدر خود پرسان کرده یا پدرش گم بوده در کدام جنگی کشته شده پرسان کرده. خالی گفت وقتی چی کرد پیامبر دیگه گفت سوال کنی خیر چی میگین. فقال آخر من ابی یا رسول الله. پدری من کیه؟ دیگه شده و ابوک سالم مولا شیبه. فلما را عمر ما فی وجهه قال. زمانی که اما آثار قار و غضب در چهره پیامبر دید گفت یا رسول الله انا نتوب الی الله عز وجل. ما به الله تعالی توبه میکنیم. سبحان الله. جون نگفت که پیامبر معذرت میخوایم از این چیزا. انا نتوب الی الله عز وجل. یا بخشش بسیار جالب است نه؟ بله. اما هر چیزی که باشه حتی پیامبرم قار شده ما رجوعمون به الله هست. بله. رجوع مسلمان هم اول و آخرش به الله هست. خب پیامبر این وقتی که دید که همه هر سوال میگن گفت بگو هر چیزی بگوین خوش دارین سوال کنین خلاص. ولی نفر دیگه هر دو نفر پرسان میگن پدرم چیه؟ یک چیزی گفت پدرم در کجاست. پدرم در کجاست. خب پدر در دوزخ است. خب گفت اگر چیزی بگوین باز قار میشه. بله. خب ادب همی است که پیامبر غیب نمیدانه. پیامبر غیب نمیدانه مگر چیزی که برش گفته شده. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. خواهر میان ایره بگو ایره پرسان که میگه اگر من غیب میدانستم بسیار چیزا را به خود جمع میکردم. بسیار خیر به خود می آوردم. ما باعث مرگی از این نمیشون در راه میرفتم باعث نمیشه که سر ما حمله شود. در اینجا باید از غیب میفهم شکست میخورم باید شرکت نکنم. خب وقتی اگر میفهمیدم نه کار بعد از آمدنی از غیب میدونستم باید قبل از اینکه دیگه را بگیره شورم هم میگرفتم. خب غیب نیست. اگر ما غیب میدونستم لاستكثرت من الخير. تمام خیرها را جمع میکردم. ولی خب من غیب نمیدانم. بله. ولی فعلا اینمی ذهنیت هست که پیامبر خود نمیگن غیب میدانم میگن که حتی نمی ولیا میدانه. ولیایی که البته گفتم که نزد از یاد ولی است. میگن غیب میدانه. و می خاطر میرن پیش از او پرسانش میکنن و او هم جور میکنن. این میرن یک آقا صاحباست البته او بعد از رجوعش ترک کرده می کارا را قصه را کرد. تو ما امی برنامه را سری مردم میزدیم یا نمیفهمیدن. این مثلا یک کاری میکردیم نفر در بیرون داریم او هم پول میگیره. ما خود کلگی یک دست هستیم. پول میگیره یا نفر بسیار که ما تو کتی خودشان هست یا بسیار مخلص هست میگه به خاطری که مردم باور کنن والا دین زایه نشوه او بس بتونه که اون نفر ساده دیگر را بفهمونه. خب نفر از بیرون دیگه یک گوسفند آورده یک دفعه میه در بیرون میمونه جو داخل میه میگه گوسفند آوردی در حالی که او دیگه برش خبر داده وقت. یعنی باور که خودش میگه ما نمی کارا میکردیم. اینمی کارا میکردیم تا اینکه مردم بازی بدیم هر چیز بیارن. خب مردم ساده افغانستان هم دیگه بیار گوسفند بیار پول چی آقا صاحب هستی. آقا صاحب نسل پیامبر است. از نسل پیامبر است. حالا زکات بیار. نسل پیامبر است خود زکات نگی باز. پچتو منتظر از دیگه را برات بیاره. و اینمی انجام میشه به خاطر بازی مردم و مردم همش باور دارن. اگر تو بگویی که اینمی کار نیست غلط است اینمی نفر نمیدونه اینمی نفر بازی تون میده برو میگه تو وابیسی به چیزا باور نداری. انسان پرستی دیگه. استاد محترمی انسان پرستی است دیگه. کاملا پرستش هست. این قدری که به یا اخلاص دارن دکتر صاحب به الله ندارن. بله. باور که من نفر دیدم پیش رویش میشینه گریان میکنه. بابا من گفتم
اول خب نه به زنده گریان کو پیش زنده نه به پیش مرده. برو در مسجد درو که نماز بخوام، برو در خانه دیشین خانه بشی درو که نماز بخوام، به خدای خود همین راز و نیاز کن. آری اون نفر چیکاره است که برای تو به او زانو زده گریان کنی؟ بله. کاملا پرستش انسان هم میکنه. بله بله. یعنی بیخی او خواهمی نصرانی ها را به خاطر می اتخذوا احبارهم و رهبانهم، همون ملاها یا پاپ یا و غیره خدا که کلانای خدا گرفتن ارباب به غیر از الله، او حلال و حرام تعیین میکرد برشان. خب فعلا این همین انسان پرستی در بین مسلمانان وجود داره. در مکتب درس میتم، من راستی هم زیاد خوش دارم که اطفال درباره عقیده برشان بگویم. اول باید هر چی که باشه مهمترین بخش یک زندگی انسان. در خب از برادران تشیع آمد دیروز درباره همی الله لا اله الا هو الحی القیوم بود، درباره همی عقیده گفتم شما من تعویض و غیره پیش کسی نروین، ما شما در دین من ملا نداریم و غیره نداریم. بعد نفر گفت که کاری تو من در گردنم چی دارم؟ در گردنم تعویض دارم. آری اگه ایره بگویی در خانه برم باز میگه و من این مدرسه جوابی است. خب باز ایره مانی میشن. نیمکدم تعویض تو صحیح ولی کوشش که خودت دم کنی در بدن چوب کنی. این قضیه سابق شده بود با ما، به همین خاطر ما مانع شدیم. خب یک کسی دیگه از خودی از همین از طفل است، تقریبا 12 ساله است، از همین برادر تشیع حالا میگه خارج از زیارت ابوالفضل دیده بیخی کلش خرافات است، چیزا را بسته میکنن، میگه که ما را میته، ما میریم در او حتی ماچش میکنیم سجدهش میکنیم. خب این همین ذهنیت طفل از خودش قبول نمیکنه تا اینکه این را عادت میتن به نمو خرافات بند. ذهنیتی همو اصلا قبول نمیکنه نمیره از ابتدایی. میگه والله بیخی من خوشم نمیآید، خوب نیست ای. گفتم خیلی دعوتشون بودی بگوی کار خوب نیست، میگه لطا میکنه. خب فکر که این نمیتونن گفتن نه میترسن، ولی ذهنیتش نمو طفل فطرتی سلیم نمو قبول نمیکنه که نمی کار غلطه. و این نمیاره اصلا باید به اطفال گفته شود و یا میتونم با داینده اونو کم کم اگه خانواده خدا یک دو کلمه سه کلمه بگن باعث میشه که ما هدایت شود. خب باب من برک علی رکبتیه عند الامام والمحدث. باب درباره زانو به زانو زدن در برابر امام یا اون کسی تعلیم میده، هر کسی که است، یا محدث حدیثی که گرفته میشه از او، یا میتونه بگه محدث کسی که یک پند و موعظه‌ای میکنه. خب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي. این دوباره هم پرسان کرد. خب زهری میگه که به من خبر داد انس بن مالک که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک روز بیرون شد، فعبدالله بن حذافه برش گفت که من ابی، پدری من کیست؟ دو پیشم امین نفر سوالش آمده و دو روایت دیگه. فقال ابوک حذافه، پدرت حذافه است. ثم اکثر ان یقول سلونی. خب مردم زیاد شد و سوال کردن شروع شد، بعد از او گفت که پرسان کنین مرا. فبرک عمر علی رکبتیه. حضرت عمر زانو به زانو با پیامبر زد و گفت رضینا بالله ربا، ما با پروردگار خود راضی هستیم، و بالاسلام دینا، و به اسلام که دین ما است، و به محمد صلی الله علیه و سلم نبی. پیامبر کمی قار شد، ایرا حضرت عمر گفت فسکت. خود دیگه کاری کرد که خود پیامبر یا خود عمر هم سکوت کرد و دیگه مردم هم در اینجا خاموش شدن. یعنی این کاری را کرد که اول خود پیامبر قار شده بود، دوم اینکه کار کرد که همین سوالا را قطع کنه. حضرت عمر سوالا را قطع کنه و اینجا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه گفت سوال کنین، دیگه جواب دادن شروع کرد. این که حضرت عمر گفت، بعد از پیامبر دیگه سکوت کرد، دیگه اصلا گپ نزد، دیگه هیچ چیزی نگفت. خب نفس دیگران دیگه سوال نکردن. خب پیامبر گفت سوال کنین، دیگه هر چی دارین سوال کنین. خب باب من اعاد الحديث ثلاثا لیفهم عنه. باب درباره اینکه یک سخن را 3 بار تکرار کنند تا اینکه لیفهم عنه، از او فهمیده شود. صحابه میکردن و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم انجام داده و این سنت است. خوب است یک کسی نفهمید 1 بار 2 بار 3 بار باید تکرار شود. خب اول گفت فقال الا و قول الزور، خبردار باشین از سخن زور. زور به معنی شهادت است، شهادت به دروغ و زیادی انجام میشن. والذین لا یشهدون الزور، و این سوره
سپاره 20 سوره فرقان هم میگه مؤمنان یکی از صفاتشون همی است که به دروغ شهادت نمیدن. درست. این از جمله گناه کبیره است. خود شهادت زور یا در بدل پول است یا به خاطر خویشاوندی است یا یک کاری باعث میشه که شهادت زور بده حق یک مسلمان دیگه یک شخص دیگه را خورده شود. خب این میگه فما زال یکررها، همیشه بود تکرار میگه الا و قول زور الا و قول زور. و قال ابن عمر قال النبي صلی الله علیه وسلم هل بلغت ثلاث. خب قول زور هم بسیار تکرار کرد یعنی به خاطر اهمیت از این دوری از انجام ندادن یا شهادت ندادن به دروغ. بعد از او 3 بار دیگه تکرار کرد که هل بلغ، آیا من رساندم؟ ثلاثا یعنی 3 بار گفت که هل بلغ آیا رساندم من؟ حدثنا عبد الصمد قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم 3 و اذا تكلم بكلمه اعادها 3. انس میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام میداد 3 بار سلام میداد و اذا تكلم بكلمه اعادها 3. اگر یک سخنی هم میگفت او را 3 بار تکرار میکرد. این مثل از که در خانه یک کسی داخل میشه مثلا قبل از داخل شدن تک کنی 3 بار تک. خب اگر باز نکرد باید دیگه رجوع کنی، نباید داخل شوی. یا اینکه کسی را سلام میدی، یک صحابه بود 3 بار سلام داد که جواب ندادن برآمد از مجلس، سلامش جواب ندادن. و احیانا گفتم در راه و غیره که میشه باز نمیدونیم کسی را ملامت کنیم، خواهش این بالای کسی که چرا سلام ما را جواب نداد، خفگی جان میه، ولی چون حالتش اشخاص باید در نظر بگیریم. خب عن عبد الله ابن عمرو قال تخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر سافرناه. خیره سابق هم خوانده بودیم پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک سفری که ما میگه سفر داشتیم کمی تأخیر کرد، پس ماند. فادرکنا وقد ارهقنا الصلاه. خب وقتی نماز گرفت ما را، یعنی وقتی نماز بود، پیامبر رسید و وقتی نماز رسید و هم نماز عصر بود و نحن نتوضا، ما وضو می گرفتیم. فجعل نمسح على ارجلنا، ما اینجا شروع کردن وضو کردن و زود وضو می گرفتن، وضو می گرفتن. و فنادى بعلى صوته، صدا کرد به آوازی بلند، ویل للعقاب من النار، وای بر کسایی که عقب پای از یا خشک میمانه. مرتين 2 بار یا 3 بار را تکرار کرد. درست. یعنی باید وقتی وضو میگیری با اطمینان تر و درستر، اما جایی که فرض است خاصا فرایض است باید درستر شده شود، مثل شستن روی، شستن دستات آرانجا دیگه مسح کردن و همچنان شستن پایا. این فرایضی است که باید پوره شود. دیگه با واجبات و غیره اگر نشدن هم ناقصه، ولی میشه نمازت. ولی مهمترین شمی است، مثلا شستن دهن و غیره یا سنت است. البته 3 بار هم سنت است که باید زیادتر از 3 بار هم نشه. بخاطر این اسراف ما پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که اگر آب جاری هم باشه، میگه اگر آب جاری هم باشه مثل دریا نباید شما اسراف کنید. دقیقاً. باب تعلیم الرجل امته و اهله. باب است درباره تعلیم دادن یک شخص کنیز خود و خانواده خود، یعنی خانواده خود باید تعلیم بده، این ثواب داره. عن خب حدثني عامر الشعبي قال عامر الشعبي حدثني ابو برده. عامر شعبی میگه که به من خبر داد ابو برده و او از پدر خود شنیده بود که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 3 لهم اجران. 3 شخص است که و 2 اجر برشان است. وقتی که اینمی کار را انجام بدن 2 اجر است. یکی رجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم، شخصی که از اهل کتاب است، یهود است، نصرانی است، و پیامبر خودم ایمان آورده و داخل به پیامبر آخر زمان هم ایمان آورده به محمد صلی الله علیه وسلم. خب این 2 اجر میگیرن. دیگه والعبد المملوک اذا ادى حق الله و حق موالیه. خب وقتی که یا امو غلامی که زیر دست کسی است، حقی خود و حقی امو بازار خود انجام داد. مثل میتونه که یک کسی که حقی الله را انجام میده، مزدورکار است، حقی همو شخص هم انجام میده که صاحبی کارش است.
یا هر آن حقی که برات داده شود او را حق به درستی ادا کنی، این دو اجر برات داده میشه. یکی حق الله را ادا کردی، یکی حقی مولی. مولی اما کسی که سرپرستی از اوست یا باداری از اوست، سیدی از اوست. خب و رجل کان عنده امه یطأها فأدبها فاحسن تأدیبها. خب و یا یک شخص که به امروی از او کنیز است که کنیز خب امرو نزدیکت هم میشه، و او را تأدیب کرد، یعنی او را تربیه درست کرد. فاحسن تأدیبها، بهترین تربیه. و علمها، و همچنان او را یاد داد، تعلیم داد، آموزش داد. فاحسن تعلیمها، و بهترین تعلیم. ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. بعد از او را آزاد کرد و امروی از او ازدواج کرد، او دو اجر دارد. خب عموما کنیزا در او وقتا دیگه کس و کوی دیگه نداشتن. اگر ازدواج کنه ثواب تعلیم و تربیه یک ثواب، ازدواج اگر کتیش کنه دو ثواب میگیره. فله اجران. البته بعد ازدواج و آزادش کنه دو اجر دیگه ازی داره. خب این حدیث کسی که روایت میکنه همین عامر است که از ابو برده شنیده. برای ابو برده میگه اعطیناکها بغیر شیء قد کان یرکب فی ما دونها الی المدینه. این حدیث برای تو یعنی بدون کدام مقابلی رسیده، برای تو داده شده. در سابق میگه یا کسایی که حدیث میگرفتن یرکب فی ما دونها الی المدینه، در اقل از این حدیث به مدینه به شهر یا به یک شهر میتونیم بگیم یا به مدینه منوره میتونیم بگیم مردم سفر میکرد تا اینکه این حدیث به دست بیاره. یعنی هدفی است که این را باید درست حفظ کنی، درست نگاهش کنی. قسمی که برات مفت آمده ای تو نشه که بدون کلام چیزی را ترک کنی. عموما دکتر صاحب چیزای مفت همو تا هست، یعنی اهمیت ندارن. خب وقتی که اگر کمی به تکلیف را به دست آورده باشه باز او را نگاه میکنن. بله. خب دکتر صاحب فکر کنه اینجا درباره تعلیم و تربیه یک دختر است، نه؟ او حتی کنیز است، یعنی چقدر تاکید میشه برای از او و اجر داده میشه. پیامبر میگه چی برسه به کسی که خانواده خود مانی شود که درس نخوانه. و علمها فاحسن تعلیمها، تربیه را آورده ولی تعلیم هم آورده. و فاحسن تعلیمها ثم اعتقها. یارا فعلا بگویی که این پیامبر این گپ زده قبول نمیکنن دکتر صاحب. والا در مذهب ما اینی شخص گفته که تعلیم دخترها جواز نداره. یعنی باور کنین کسی را گفتم که مسائل فقهی گپی نداره تابع کسی شوی. یک رفیقایم از در بریتانیا است، عطارحمانی از جلال است. فهمه گفت که باور که من میترسم چون امی زمان را دکتر سے تیر کردن. گفت من از این میترسم که امی زیری آیه ما شامل نشیم اتخذ و احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پیامبر میگه دختر تعلیم کنه، پیامبر میگه حتی کنیز تعلیم کنه. خب وقتی که من میگم که مذهبی من میگه که کار نکنه، مذهبی من یا مذهب دین ساختیم او شخص نعوذ بالله از پیامبر کده بالا قرار دادیم، قولی از این به قول پیامبر ترجیح دادیم. خود دیگه چی فرق داره که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ و یه گفتم یه حقیقت است. اصلا گپی هیچ کس در مقابل گپی پیامبر قابل قبول نیست. شخص تو آسمان باشه والا تو درستر نمیفهمی، او عالم درستر حدیث هم میفهمید. او چی بود؟ او چی عقلش بالاتر از عقل ما بود؟ صحیح زمینه شاید برش مساعدتر بود، بیکارتر بود، درست درس خان ولی رسید. و تو نمیشه که ولی من گپی از او را به گپی پیامبر ترجیح بدم و راستی هم که زیری آیتا شامل میشه. زیری نمی آیتا که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله داخل میشه. خب وقتی که از او من حلال و حرام از او بگیرم، پیامبر میگه لا تمنعوا، این چقدر واضح هست. کسی آمده بود معلوم مانیش شده بود خانمشه، پیامبر میگه لا تمنعوا ایما الله مساجد الله. شما بندگان الله، مراد جا ایما الله خانم هست، یارم مانی نشوین که از مسجد نرون. یارم مانی نشوین ولی مانیش میشن. میگه چرا دیگه جا دختر و خانم و زنایشان در مسجد جای خاص دارن، میرن نماز میخوانن، پند و نصیحت 5 وقت نماز هستن، در نماز عید هستن، جمعه هستن. از ما چرا؟ ولی در مذهب ما نیست. عمر پیامبر میگه لا تمنعوا ایما الله مساجد الله. پیامبر میگه مانی نشوین. قسمی که درباره تعلیمشان گفتن. خب بعد از او
اگر در مسجد هم میان خب چیزی مذهبی استفاده میشه که نمیمانند. قضیه تعلیم شد، باز قضیه امو فرهنگی و عرفیشان پیش میگیرن. والا ریش سفیدان میخواه، فرهنگی ما نمیخواه که همی تعلیم کنن. خب بعد از او این مردم اینمی و نفرت، خب اینمی فتنه از این که بزرگترین فتنه است. پیامبر مانع میشه که قرآن زیاد خوانده نشود که باعث فتنه نشود. تو مانع یک دختر میشه که اینقدر شوقی که یاد دارن. در این مکتب تا صنف 6 دختر آمد. شوقی که در دخترها هست باور کنین در بچه ها نیست. ادبی که در دخترها هست در بچه ها نیست. که دستم چقدر در تبا شوقش میگیرن. هر کدامش کتابچه گکایشان پیش کدگی میارن، پیش میکنن که این کتابچه من کار خانگی. او دختر تو خود کلان هستی، چرا تو صنف 6 هستی؟ والا کاری ما 2 سال خدا ناکام کردیم که بیایم به درس. ما درسای ما خوب سعی یاد دارم، خوب سعی تکلف سواری خدا ناکام کردیم. خب این همین کارهایی است که کلش مخالف شریعت است. و ما حدیث مردم میخوانم. باور کن دکتر به نام دوره حدیث ما داریم. ترجمه برات نمیکنن. فقه میخوانیم، منطق میخوانن 10 15 سال فقه میخوانن و غیره را میخوانیم، کلش در مدرسه های دینی. ولی زمانی که حدیث پیامبر آمد، تفسیر آمد، تفسیر تنها در یک رمضان میخوانن. حدیث داخلی مرحله که رسیدن به نام دوره حدیث میگن، با اینمو تو خوانده میرن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله مجان رجل من الکتاب نابن، اینمو تو اثر حدیثات تیر میشن، ترجمه حتی به شاگرد نمیشن. خب شخصی به نام عتیق الرحمن شاه بعد از ترک کرده بعضی چیزا را میگه که من دیگه تیر از او چی، من به قرآن و حدیث دیگه ایمان دارم. پاکستانی میگه که ما اصلا نمیفهمیدیم که دنی قرآن یه حدیث است. غیر از اینکه فقه درستر خواندیم، این داشت دلیل نداشت، نظر یک عالم مانند نظری پیامبر دیده بودیم. نفر گفتم که چرا همین تحیه مسجد میخوانی کاکا؟ گفت والا ای خو سنت امام سوی ابو حنیفه است، چون پیامبری را عملی کرده، امام ابو حنیفه عملی کرده، پیامبر با او تاکید کرده. فکر که دکتر صاحب پیامبر به خاطری که امام ابو حنیفه انجام داده او را عملی کرده. یعنی به این معنا نزد مردم این تو فهمانده شده که خود مذهب و دین است، اصلی دین است. این پیامبر آمده به تایید از او آمده بود. بله. یعنی این عملا دیده میشه. ولی کسی را باور کنین خاصا در این وقت اگر بگویید 100% کشته میشه. اینا برو به خاطر وظیفه رفتم یک جایی، برو یک تاپه ما رساله در بخش فقه حنفی، برو یک جایی برو تاییدی بیار که تو حنفی هستی. باید تصدیق کنه یک نفر، یک مدرسه، یک شیخ الحدیثی که ما میشناسیم تو حنفی. من گفتم ما گفتم ما وظیفه تو که تو ما بیان در اونجا یک تاپه دیگه، یعنی یک جامعه کاملا منافق ما میسازیم. بله. ریشبان تو خوش نداری، تو فکری به خاطر سنت پیامبر نمانده، لنگی بزن اصلا تو به او باور نداری، خوشم نداری. خب برو دیگه حال یک تاپه دیگه هم بیار که تو آیا به آنچه ما باور داریم مذهب و مان است تو هستی یا نیستی. خب شاید بسیار مردم مجبور باشن برون بیارن یا پول بده یک ملاره بگی من یک تایید یا واسطه کنن و ایو به او نیست، یعنی اصلا به او مذهب نیست. یک منافق تیاری را تو آماده ساختی. بله. خدا نجات بده. این فکر که کلی کار اگر به حادثه اگر تطبیقش بدیم یکی ما برابر نیست و این چیز که همون به نام دولت اسلامی بیاید. خود جاهل گفتم سید خود رحمه الله میگه که احیانا خر که قوت داره قدرت داره اجازه میده یک گروه جاهل اسلامی بیاید یک حکومت بگیره، بعد از او زمینه را داینده برای خود مساعد بسازن، اینقدر مردم نفرت پیدا کنه از یا. ما اصلا دکتر صاحب در شریعت اسلامی جواز نداره که یک نفر دین صحیح نفهمه، سیاست نفهمه او خلیفه مسلمان ها شود، ریاست مسلمان ها را به دست بگیرن. اگر دین نفهمید سیاست نفهمید باید که گوشه‌گیری باشه. من حیث یک مشاور میتونه باشه به خلیفه ولی نباید او خلیفه باشه. مصلحت امت نفهم اصلا باید اون خلیفه یا رئیس جمهور مسلمان نباشه. ولی فعلا دیگه خلاص هر کس به سلامت میگیره. اونم هر چیز به زور است، هر چیز از اول تا آخر که ادناترین با اعلاترینش باید به زور انجام شود. خب گفتم جامعه کاملا یک جامعه منافق میشه. اصلا به چیزی که در قلبش است در عملش انجام میده مخالف قلبش است. دیگه اگر کمی آزادی که آمد همه چیز ترک میکنه میره خلاص میشه. خب بابو
عظة الامام النساء و تعلیمهن. سعی که امام صاحب بخاری هر کلام امام صاحب بخاری از همین طرفای ما و شماست، سابقا خود کشورها نبوده، از بخارا است. بله. از بخارا. سعی که در هر جایش میاره بابش باب میگذاره دیگه، تا اینکه تو مولای صاحبی که میخوانی کلید کار کنه که خوینه عزیزه گرفته، از تعلیم گرفته، در تمامش آمده. باب است درباره عظة الامام النساء و تعلیمهن، درباره پند و نصیحت امام برای خانم ها و تعلیمهن و همچنان تعلیم آنها. خب عن ایوب قال سمعت عطا قال سمعت ابن عباس. ایوب میگه که از عطا شنیدم، عطا ابن ابی رباح هست، و میگه از ابن عباس، عبدالله ابن عباس شنیدم. قال اشهد علی النبی صلی الله علیه وسلم، ما یعنی گواه هستم یا حاضر بودم به نزد نبی علیه السلام. او قال عطا، یا این عطا یبزد، یعنی راوی شک میکنه که همین کلمه اشهد را کلامش گفت. اشهد علی ابن عباس، اشهد علی ابن، میگه در حضور عطا میگه که به حضور ابن عباس بودم که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج و معه بلال، بیرون شد همراهش بلال بود. فظن انه لم يسمع فوعظهن و امرهن بالصدقه. خب یکی از فکر کرد که پیامبر که شاید صدایش از زنان نشنیده باشند. امو روز درباره چیزی صدقه بودن. خب یا را وعظ کرد به صدقه، یا همون چیزهای مالیشون خانم‌ها بسیار دوست دارن. مثل در عمومی چی ما میتونیم باید که اگر به رسیده باشه، به حد نصاب رسیده باشه، باید که زکاتش داده شود. زکات مال، مراد صدقه زکات است، باید زکات مال داده شود. اما زیورات میگیم، زیورات باید داده شود، ولی در مذهب حنفی میگن استعمالی است، داده نشود. ولی نه، قولی صحیح چون حدیث پیامبر است باید داده شود. هر چیزی که نصاب بود، صاحب نصاب بود، باید داده شود. خب فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، یعنی زکاتی از او را بعضی از انگشترایشان دادن، از خاتمشان دادن، بعضی از گوشوارهایشان زکاتشان پرداخت کرده بودن. قرط یک چیز است در عربا میگم بعیدة محو القرطی، این در گوشوارها یک چیزی بلاغه است. زیبایی زن در عربا امره میگن که گردن دراز باشه. دکتر سعید میگه بعیدة محو القرطی، یک چی دارن یا در سابق خو عربی فصحی بوده دیگه. باز وقتی که زنی را که خوششان می آمده که باید همراه از او عروسی کنن یا خواستگاریش کنن، یک رمز یا اشاره یا فعلا میتونیم بگیم که پرزه می رفتن. البته پرزه خب به خاطر عروسی نیست، این مردم به خاطر لوچکا و باشا هستن، ولی او به خاطر یک اشاره میکنن که همین خانم خب من خوش دارم، شاید خواستگاریت بیایم. بعیدة محو القرطی میگه، یعنی بسیار زیباستی، بسیار زیباستی. کسی را که میخواستن با روسیه در مردمی عرب عادت بود، عربی جاهلیت. البته بعد از که اسلام آمد اصلا جواز نداره کسی یک خانم نامحرم بگه که تو، یا یک دختر بگه که تو زیباستی. اگر خواست راه حلش هست، قبل از اینکه حتی نامزاد شود در شریعت اسلامی باید دیدار شد، یعنی بین هم بشینن، بعد از او توافق بینشان بیاد. نه اینکه مثل افغانستان که اول ازدواج نامزاد میشن، بعد از او دیدار میشه، باز پس هم بسیار سخت است. افغانستان یک دفعه کسی نامزاد شد خلاص شد. گرچه در قانون مدنی میتونه هر یک از طرفین از آن منصرف شود، ولی در افغانستان نکاح خوانده میشه. اگر دختر منصرف شود بسیار برای ذوق قیامت است و بسیار ضربه هم میخوره دیگه. باز پیش مردم بنا میشه این چی کاره بود، چی شده بود، چی مشکلی داشت که باعث شد منصرف شود بچه، یا دختر چرا منصرف شدی، بچه کدام مشکلی داره. یک عیب کلان است افغانستان. به همین خاطر خود شریعت امیر به ما گفته که قبل از اینکه نامزاد شویم باید که یک رابطه یا یک با هم بشینن، یک توافق اول صورت بگیره که یا یک دیگر قبول دارن یا ندارن. حتی دکتر صاحب باور کنین بعضی اقوال است به نام اوزاعی میگن، یک عالم هست، او میگه کل جان یک دیگر میتونن ببینن قبل از اینکه عروسی کنن، که باز بعد از عروسی عیبی پیدا نشود که باعث فسخ شود، یا اینکه هدف همین است که باید تمام عیبایی که دارن، عیبای البته جسمی، باید بگوین که سبا روز مشکل ایجاد نشود که خود تو چرا به من نگفتی، چرا به من نگفتی. اینم یک وطندارای من همیشه
به کسی نامزد شده و هم گفتن که یک خانه میتین حالی آمده شو به یاد خدا یک کاری کردن که من فسخ کنم که این دیوانه دختر خونوکا خوانده شده این حالی یک غم دیگه مانده. خب نمی گفتم عدم عمل بشریت باعث این مشکلات ها میشه. وقتی که نخواستیم به شریعت خود عمل کنیم چیزی که پیامبر با ما گفتن نخواستیم این مشکلات انجام میشه. خب استاد محترم اتر مریضا رو ما دیدیم که چی است که خانم و شوهر که عروسی کردن بعد از او فهمیده خانم که مرد یعنی از لحاظ جنسی مشکل داره یعنی اما حالت تناسلیش بسیار خرد است بسیار خرد که یعنی به اندازه یک انگشت است و او مقاربت جنسی نمیتونه از هیچ لحاظ او توانایی نداره دیگه. حالا پای تداوی و پشت ازی که چطور شو چی کار کنیم و چی قسم کنیم و اویت نتیجه نمیته. طبابت هم یک چیز نیست. ما دفعات پیشم گفتیم که طبابت تا یک نقطه است، بعد از یک نقطه میگه نمیدانم نمیفهمم دیگه در یک مرحله که میرسه باز دیگه اونو جگرخونی های بعدی نطور بسیار جگرخونی است. گفتم این همی قضیه بارها شده نفر آمده پیشی مولوی خدا به دیوانگی انداخته دختر خدا به دیوانگی انداخته بود ولی بسیار دست و پاچه میزنه. هدفش است که شوهرم باید برای از اتاق که من گپ بگویم چی است. وقتی که بر آمد ما در مجلس بودیم البته قبل از مصر رفتنمون بود که در اونجا در ساحه‌ای که بودیم یک ملا بود همی کارا را میکرد همی قصیده و غیره. بعد از او که بر آمد گفت مولوی من اصلا مریض نیستم هیچ مشکلی ندارم شوهرم 1 سال میشه اصلا به من نزدیکی نکردن و نمیتونم و چیزی هم نداره. اون گپی خودتان که گفتی به خاطری که پدر و مادرش مرا میشانن به لیاز خدا ما بدنام میشیم اگر گفت بچه منو خدا آفریده. خب یا اینکه مشکلی خب البته از ابتدایی بوده که خب پدر و مادر بی سوادی دکتر اصلی این بی سوادی است. خود دیگه جا میره میگه که این بچه این مشکلی داره که چرا این کمبودی در وجودش همیاد و قبل از فکر کنم 16 سالگی دکتر صاحب نه که باید این رجوع شود. بعد از او فکر نکنم شود. خب در وقت رجوع نکنن ولی خب همین کار شده ولی شرم شید به خاطری که ما خانواده این بندام نشود یک دختر دیگر عمر زیر تباه میکنن. خب امکان داره بعد از او هر کاری هم بکنن. خب وقتی که این نتونن خودمو گفت که من میخوایم طلاق بگیرم و خانواده از قبول نمیکنه من خودت دیوانگی زدم کتی ما کاری کردن نمیتونه و میگه که باید همون تو باشی کتی مرا به ما به نام میشون باید تو باشی و امکان نداره. بعد از اون نفر خواست دیگه گفتش که باید ایره طلاق بدید این دختر نمیتونی خود تداوی کردی که والا تداوی نمیشه. دکترها گفتن این راه حل نداره. بله. این راه حل نداره. خب وقتی راه حل نداره چرا طلاق نمیدی؟ بیجان شروع کرد. خب آقا صاحب مولوی صاحب ولی من چی کنم؟ برای من جان بهترین راهی است یا من فرار کنم یا خود بکشم یا زنم بکشم کدی خود. خب اینی جهالت از دیوتن. خب بسیار نقطه اساس است نه استاد محترم. اونم گفتم به تقدیرت اول خب هرچی خب به تقدیرم نمیشه گفتم اشتباهی خانوادگی بیسوادی است که از خوردی طفلشان چک نمیکنن که یک مشکلی داره باید به دکتر برده شود که تا اینکه در آینده این مشکلات پیش نیاید. حالا کشورهای دیگه میارن بدون کدام شرمی با خدا پرسان میکنن که دکتر صاحب طفل ما 8 ساله است چرا این قدرت چرا خورده چرا مشکل داره 10 ساله چرا مشکل داره. خب سواد است علمیت دارن میبرن طفلشون از خوردی کدام مشکل داشته باشن اون رو حل کنن تا اینکه وقتی کلان شد این مشکل برخورد نکنن. ولی در افغانستان زیاد است متاسفانه. یک کسی مشهور است نمیتونه میشناسیم همه گیرش خند میزنه سری از او بیچاره همین رشخند همین تمسخر قبول کرد چون خواند خودش زراعت خوانده ولی میگه هر کس مرا رشخند بزنه من قبول دارم ولی ایره قبول ندارم که یک دختر مسلمان ما تباخ. خب شاید مرا امیالی پدر مادرم آماده است یک کسی را بدن و او دختری اطرافی بیچاره شاید کتی من قبول کنم این زندگی را گپی نیست خلاص من کتی باشم ولی چرا این کار کنم با هر کس تمسخر کنه با من خونم تو یا مشکل خانواده بوده در اینجا تقدیر خداوند من رحمت و خلق کرده چیزی که از دستی من تغییر دادن نمیتونم چیزی که از دستی من نمیاد چرا من با او چرت بزنم و حساب خود خراب کنم. اما
یک کسی برای ما میگفت، همیشه درس میداد، دکتر بود، بخشی همه روانشناسی میگم، میگفت که هم چیزایی که به دست خودتان است، چیزی که به دست خودتان است میتونین تغییرش بدین، تغییر بدین، کس تمسخرتان نکنه. چون مردم عادت دارن به این تمسخر کردن. چیزی که خدا خلقتان کرده دمو دیگه امکانی تغییر دو نیست، اصلا پشت گپی مردم دو نگردی. خو اخلاقت مثلا بد اخلاق هستی، باید خود جور کنی که کسی نگوید که بد اخلاق هستی. این خو صفاتی هست که به دست خودت هست که باید خود جور کنی. یا دیگه کارها، ولی در خلقت تغییر آوردن نمیتونی. خب دوستت کجاست، پایت کجاست، یا یک مشکلی که اصلا دکترها میگه جور نمیشه. یعنی حتی بعضیا میگن که والا خلقت الله است، نباید تغییر بیاریم. یک مشکلی خلقیات ولی دکتر رو میتونه تغییر بده، یا اصلا غلط است. باید تو بری بشی دکتر رو اگر امکانش باشه باید تداوی شود. بعضی مردم این همی کارم قبول ندارن. خب باز آماده است که به تمسخر مردم قبول کنه. و این عادت است که دکتر صاحب صراحتا قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. این اصل است، لا تسخر، نهی است، یعنی طلب است، خاص است، ولی این به شکل خبر آوردم. گفتم الحمد که یک روزی گفتم زمانی که یک انشاء امر به صورت خبر می آید به صورت امر نمی آید، این بسیار به این معناست که بسیار تاکید شده سریعتی. یعنی میگه لا یسخر قوم من قوم، اصلا عادت و شأنی یک انسان، یک مسلمان خاصتا این است که تمسخر به دیگران نمیکنه. قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، نه زن به زن دیگر این کارا میکنه. این شأن یک انسان و یک مسلمان است. خب وقتی که این کار یک مسلمان کنه، قرآن چقدر تاکیدش میکنه، باز میگه ولا تنابزوا بالالقاب، حتی نامیده نگید که جانب مقابل خوش نداره، یک لقب به کسی ندی، ولی نمی عملی میشه، انجام میشه. و کسی را بگوی برو برادر از دین برای ما نگوین، همه چیز در دین داخل میکنه. این بسیار آسان ترین سخنی نمیاد، همه چیز شما در دین داخل میکنه. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم یا را وعظ کرد و تعلیم داد. و اینم بیبی دکتر صاحب که خانم ها بسیار در اطاعت که است یا در تدینشان بالاتر از مرد هست، این را عملا دیدیم. و چیزی که برشان رسانده شد 100% رو عملی میکنن. ولی پیامبر برشان میگه امو دقیقه زکاتشان نمیکشن. این اصلا نمیمانن که خونه باید اینمی گپی پیامبر به ما رسیده شه. اطاعت است، اطاعتی که ولی شاید مرد کمی والای چی تو شود ایچ تو او بدونی که از دیگر تفکر کنن امی کار انجام میدادن. خب اصلی زکاتم دکتر توی بازی تو نیست که مثلا یک کس بگیره زکات که از عموما از طرف دولت اسلامی گرفته شد، باید فقرا را شمارش کنه، باید به او از طرف بیت المال زکات داده شود. تو خد من اغنیایهم فترد علی فقرایهم، معاذ میگه از مالدارا بگی و به فقیرا بدی، یعنی زکات. خب ولی اگر کس بگیره با کارهای دیگه استفادهش کنه، این خاص برای فقرا داده شود، خاص برای فقرا. دیگه کارا میتونن مالیه میگیره ولی و غیره چیزایی که فعلا پیدا شده، ولی نمیتونی از زکات و کارهای خود شخص یا خود دولت یا خود پادشاه استفاده کنه. زکات مال فقیر است و ایرم از غنی گرفته میشه به فقیر داده میشه. ولی بعضی علما تا فعلا همین مالیه رو به همین خاطر قبول ندارن. خب میگه همون جزیه است، از غیر مسلمان به اندازه‌ای که توانش داره میگیره و زکات از مسلمان است. خب زکات گرفته میشه داده میشه به فقیر، ولی فعلا تو نیست دیگه. بین اسکرات چی میشه تقسیم میشه، اما مالی که گرفته میشه به اسکرات تقسیم میشه. در اطرافا البته در شهر که باز به دولت میره، دولت در چیزای سرک و غیره اما منافع ما استفادهش میکنه. خب باب الحرص علی الحدیث، باب است درباره حرص زیاد داشتن به سخن گفتن که خوش داره. خاطر ابو هریره خوش داشت که هر دقیقه در هر باره از پیامبر صلی الله علیه وسلم معلومات بگیره و بنویسه و حفظ کنه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال، ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله، ای رسول خدا،
من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه. کی هست یعنی خوشحالترین خوشبختترین مردم در روز قیامت کی است که به شفاعت تو باشه یا شفاعت تو را حاصل کنه؟ قال رسول الله لقد ظننت یا ابا هریره الله یسألنی. خود سوال کنم خود ابو هریره است، ولی درباره خود قیل میگه گمان کردم ای ابا هریره الله یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. میگه ما گمان میکردم که قبل از تو کسی درباره ازی یا اولتر از تو درباره ازی از ما پرسان نکنه. لما رأیت من حرصك على الحدیث، به خاطری که دیدم که زیاد خوش داری که سخن بگویی و گفتن بسیار خوش داری، بسیار حرص داری. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی. هر کسی که لا اله الا الله را گفت البته بسیار با اخلاص و از قلب و از تصدیق و باور کامل، اونم شفاعتشان میکنن. خوش شفاعت پیامبر دکتر صاحب در حدیث ثابت است، ولی بدون اجازه الله کسی شفاعت کردن نمیتونه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، آیت الکرسی. بله. کی است که بدون اجازه پروردگار به کسی دیگر سفارش کنه شفاعت کنه در روز قیامت؟ هیچ کس. خب یا شفاعت ها البته گفتیم که به همگی میرون پیش هر کسی، خب گناهگار هستن، هر کس چیز هستن، در آخر همگی قبول نمیکنن، انبیا پیش پیامبر میان و این پیامبر صلی الله علیه وسلم میره دمی دنیا خواسته بود که امو آخری دعای مرا بگذار که من برای امتم در روز قیامت من طلب کنم که یا به دوزخ نروان و به سر به سجده میفته و امتی میگه ای الله امتی مرا نجات بدی. خب باز گفتم که از اینجا اهل شرک میبراین، خدا کنه کلمه را 100 بار خوانده باشه، 5 وقت نماز هم باشه، ولی به الله شریک در عبادتش، در صفاتش و غیره شریک مقرر کرده باشه، در کارهایی که از توانی بشر نباشه و را به الله نسبت میتیم، به بنده نسبت بده، شرک کسی نمی. شرک اگر انجام داده باشه باز او از شفاعت چی است؟ چون همیشه خالد مخلد فی النار، همیشه دوزخی می باشه کسی شرک انجام بده. خب بابو کیف یقبض العلم، قبلا خوانده بودیم یرفع العلم، علم چه قسم از بین میره؟ اینجا قبض میشه، چه قسم گرفته میشه؟ علم از بین میره. اینجا مرادش هم است که علم چه قسم از بین میره. کتب عمر ابن عبدالعزیز الى ابی بکر ابن حزم، یک رساله نوشت برای از او، گفتش که انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکتبه. احادیث که از تدوینش در زمان تدوین منظم، البته قبلا هم بود، نوشته شدنش در زمان عمر ابن عبدالعزیز، ایره به نام عمر ثانی میگن. این شخصی بود که هیچ چیزی در خانهش نمیموند، میبرد به بیت المال تقسیم میکرد، هیچ چیزی در خانهش نبود. بسیار آدم فقیه هم بود دیگه، سیاستمدار بود و یک عالم مجتهد بود عمر ابن عبدالعزیز، بسیار یعنی عادل انسان بود. خب انظر کانم زیاد خلفا بودن بعد از این صحابه، ولی همه از یا به خوبی یاد نشدن، بعضی از یا در جمع اموال بودن. فکر که وقتی مغول آمد گفت طلا را نشان بدی، خلیفه را گفت نشان داد، گفت خب امیر اگر تو به مردم مصرف میکردی من اصلا به تو پیروز نمیشدم، بالا شما پیروز نمیشدم. تو ماندی را جمع کردی برای خود، مردم تا فخر نگاه کردی، آلی را من میگیرم تو را میکشم، وطنتم دولتم خود میکنم. خب انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فاکتبه. سائل که هر حدیث پیامبر بود امر نوشته کنین، از مردم بگید نوشتهش کنین، کسایی که حافظ حدیث هستن حفظ کردن یا پیش شوند. فان خفت دروس العلم و ذهاب العلماء، اگر ترسیدی که والا علما از بین میره، امی حدیث از بین میره، از این درس و تعلیم او طرف میشه، خب همین کارا بکو باید. ولا تقبل الا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم، چیزی دیگه سخن کسی دیگر نوشته نکنی، باید تنها سخن پیامبر باشه، تنها سخن پیامبر باشه. ولتفشوا العلم، باید علم نشر کنید. ولتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم، بشینین با هم کسایی که نمیدونن و تعلیم داده شوند یا یاد بگیرن. خب فان العلم لا یهلک حتی یکون سرا، علم هلاک نمیشه، از بین نمیره مگر اینکه سر باشه، مخفیانه باشه. هدفی است که وقتی بیان نشود. خود تو علم داری، وقتی که او را نمیگی از بین میره، از پیشت فراموش میشه.
پس بهترین راه همی است که او را بگوین به مردم، بشینین تعلیم بدین تا اینکه علمتون از بین نره. و دکتر صاحب بهترین راه تعلیم هم تعلیم دادن است. بله. اما مردمایی که به درجه بسیار علمی بالا رسیدن از طریق تدریس رسیدن. بله. به خواندن خودت و قدر میخوانی، یک کلید برات داده میشه، ولی وقتی که تعلیم میتی به دیگران، اما علمی را که خوانده یعنی او پخته‌تر میشه، قوی‌تر میشه و بسیار ذهنت یعنی یا فکر متوجه‌تر زیاد میباشی نسبت به اینکه خودت بخوانی. من کتاب میگیرم مطالعه که میکنم دکتر صاحب احیانا تقریبا 80% نمیفهمم چی خواندم. ده یک جای دیگه رفتیم یا خوام بعد یک دفعه خواب میبره. اما زمانی که یک موبایل پیشمون باشه یا قصه و غیرش خوابم نمیایه. همین کتاب میگیریم خواب میایه. راسته. عن عبدالله ابن دینار بیدال خواب و غیره. إذا قوله ذهب العلماء. خب بعد از او عبدالله ابن عمرو ابن العاص است. عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. میگه الله علم نمیگیره به اینکه او را از مردم بکشه، از بندهایش او را بگیره، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علم از بین میره به گرفته شدن علما. خب زمانی که علما از بین رفت، گرفته شدن یا مانی شدن یا حتی که خودشان بیان کنن یا کسی مانیشان شد که بیان نکنن، حتی اذا لم یبقى او یا بعد دیگه لم یبقى عالما، تا اینکه هیچ عالمی باقی نمیمونه. خب چی میشه آخرش؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. مردم بزرگا یا میتونیم بگیم اماما عالمای جاهل به خود چی میگیرن؟ کلان میگیرن، بزرگ میشمارن. فسئلوا یا سوال میشن، ففتوا بغیر علم، بدون علم فتوا میدن، فضلوا خودشان هم گمراه هستن و اضلوا دیگران هم گمراه میکنن. و این زیاد است. صرف گفتم دکتر صاحب به خاطر از اینکه سعید است اصلا یا درس دین نمیخوانن یا همون مصنع به خود اختصاص هم دارن، از همون طریق نان میخورن در ایجاششن و مردم هرگز تعلیم نمیتن ولی فتوا میتن. خب صحیح فتوا میتن که در عمرشان به پای مدرسه نمودن یا یک کتاب نخوندن. و نمو است که فضل و اضل، خودشان خود گمراه هست و دیگران هم گمراه میکنن. دقیق. و این به حد زیاد است، به حد زیاد است. گپی از او بسیار اهمیت هم داره. اقدر تایید میشن که نعوذ بالله فکر کنه که پیامبر است شیشه یا خدا است سخنی از یا نزی مردم. بله. در پای از یا با صحبت از سخنشان میگیرن. یکی از دلایل شما فصاحت و نمو به دل مردم گپ زدن است. ما که دیدیم همین به دل مردم که پدر کلان ما تو بود، ما و شما از راه از او چرا بگردیم و اینی قبیل علما را مردم زیاد خوش داره. میگه راست میگه صد تغییر خوش دارن. هر قدر که به مردم از خرافات بودی خوش دارن که امرا گوش بگیرن. البته تا یک زمانی که یا به موجود دمو ساحه باشن، زمانی که از او ساحه که ترک کردن و دیگه جا که باز شنیدن باز ترک میکنن. بسیار مردمی دیگه دمی مثلا مردمایی بودن که دمی خرافات آغشته بودن، رسید زمان جمهوریت همین نشر علم بیخی زیاد شده بود، چه دینی چه کتابای اصلی و غیره. آنقدر مردم مثلا تفسیر و حدیث گفتن در افغانستان بیخی کم بود. این قضیات شد و همین جوان ها را که میبینی باور کنین اینقدر یعنی در دین چقدر میبینیشون عمل میکنن، یعنی بسیار با اخلاق شدن. نفر میبینی اگه باش لچک بود بسیار منظم در مسجد میره، با کسی کار نداره. خوی دمو زمان بود. باز این حالی باز فعلا کم شده ایساده. فقط مردم رو آوردن به نمو کتابای منطق و صرف و نحو و زیاد این همین قاعده را میخونن، ولی از تفسیر و غیره باز کم شده. چون این به مردم این ذهنیت شده که اگر ما حدیث به مردم بگوییم امکان داره که باعث ترک مذهب شوند. نعوذ بالله. ببین دکتر باور که به مردم به نمی خاطر گفتن نمیشه. دقیقاً. که اگر حدیث به مردم بگوییم والا نشه که دیگه به حدیث عمل کنه و از مذهب ترک کنه. این مذهب بیخی در نزد مردم یک چیزی یک دیگه جور شده. برابر یک عالم بوده، یک برداشت داره، نظرش قابل تطبیق بود یا این که موافق حدیث پیامبر ما علی رأسی ولی قبولش میکنیم. اگر نبود نمیکنیم. ما خود گوسفند نیستیم که هرچی که او گفت ما قبولش کنیم. بله. یعنی فعلا ما از مردم ما گوسفند ساختیم. خلاص یک قطار پشت یک نفر باید ایستاد باشه. هرچی که او گفت صحیح است
او غلط است خلاص. مذاهب زیاد دیگه خوش داره مردم افغانستان. صد که برش بگوی ایج دیگه میگه نمو دیگه هست. اصلا تاثیر نمیکنه. گفتم اما تاپا سرت میخوره. بله. تاپا سرت که خور که وهابیسی، حتی هندویی که معلوم کدام ملا بوده پیر بوده احترامش نکرده، با مردم معرفی کرده گفته خب باز ما کار میکنم که هیچ کس از تو چیزی نخره، نه دیگه هیچ چیزی نگیرن یا خرید و فروش نتونی بکنید در این ساحه. و مردم گفته بود خبرش نه که هندو وهابی شده. مردم ایران شو او هندو وهابی شده. خلاص دیگه هیچ کس باز پس دیگه گفته بلیاد خدای کارا نکن. پس بگو ولا وهابیش ترک کرده پس هندو شده. خلاص دیگه از هر چی میخریم بگیریم. این مشهور از قصه واقعی شده نشده والله اعلم. این قصه مشهور است بین مردم و دی هدف هم مبالغه زیاد به این است که کسی که وهابی باشه به این معنا که یا وهابی کسی که مذهب قبول نداره یا استدلال در مقابل مذهب و حدیث میکنه خوب کافر است در نزد مردم. یعنی کشتنی دیگه هم مثلی مشهور دارن که 100 وهابی را بکشی یک هندو را، نه 100 هندو را بکشی یک وهابی را، 100 هندو را یک وهابی را. با این منو اول خود کشتن هندو را که جواز دارن با کدام دلیل؟ بعد از اون میگه خود ثواب یک وهابی برابر کشتنش برابر 100 هندوست. واقعا خنده یا الله نجات بده دکتر. خب باب است هل یجعل للنساء یوما علی حده فی العلم. انشالله که استاد محترم ایره باز دیگر روز بخیر میخوانم. تشکر بسیار زیاد.